سلام بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 25 دکبر است. ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا شما را با فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز آشنا می‌سازیم. شکل کامل این گزارش‌ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. چند سازمان و کشورها پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیروگاه روغن را کردند. در این باره امروز وزیر مالیه تاجیکستان در حاشیه جلسه پارلمانی صحبت کرد. این حرفها در حالی از زبان منصبدار بلندپایه تاجیک صدا می‌دهند که قبلا مقامات گفته بودند تشکیلات‌های مالی خارجی به احتمال زیاد در روغن مبلغ گذاری نخواهند کرد. حکومت تاجیکستان نیروگاه روغن را انشاءات تقدیرساز برای کشور می‌خواند و برای بنیاد آن با مبلغی 0.5 میلیارد سامانی یورو باند فروخته است. در این باره در برنامه خبری صحبت خواهیم کرد. باید گفت تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه روغن را ادامه داده است. مرگ 4 مهاجری تاجیک در روسیه. این مهاجران به هنگام کار از یک ساختمان بلندآشیانه در شهر سالیخارد به زمین سرازیر شدند. به گفته همصحبتان رادیو آزادی فعلا جسد این مهاجران در سردخانه قرار دارد. مهاجران دیگر برای انتقال جسدها مبلغ جمع آوری دارند. بیننده ارجمند، ما تلاش میکنیم تا برنامه اخبار شما را با جزئیات این فاجعه آشنا سازیم. در برابر ناعدالتی ها خاموش نخواهم بود. این حرف ها را سمرالدین رجبوف، یک زاده تاجیکستان، دیروز بعد رها شدن از تالار دادگاه در شهر مسکو به زبان آورد. سمرالدین رجبوی 21 ساله مدت 5 ماه در حبس بود. او تابستان امسال در جریان اعتراض های مخالفان برای راه نیافتن نامزدهای مستقل به انتخابات مجلس مسکو دستگیر شد. رجبوف را برای کوشش استفاده از زور علیه مقامات متهم می‌کردند. برای حمایت این جوان تاجیک که همزمان رپ می‌سراید، اعضای عائله و شماری از هنرمندان روسیه صدا بلند کرده بودند. در تاجیکستان جزا را نسبت آنهایی که برقصدانه دیگران را با ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا خود ویچ سپید گرفتار می‌کنند سخت‌تر کردند. آنها را مهلت طولانی زندان در پیش خواهد بود. به حساب میانه هر روز در تاجیکستان از 3 تا 4 نفر به ویروسی نارسایی مسئولیت بدن آلوده می شده است. در 3 سال اخیر 6 ساکن تاجیکستان با اتهام دیده و دانسته آلوده کردن دیگران به ویچ بازداشت و علیه آنها پرونده جنایی باز شده است. یکی از موضوعهای دیگری برنامه خبری امروز همین خواهد بود. و همچنین صحبت رحمت الله زائیروف، رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را برایتان پیشنهاد خواهیم کرد که میگوید سود کانستیتوسیونی برای بررسی عریضه آنها کشالکاری دارد. این سیاستمدار برای بیکار کردن گروپولی ثبت نام نامزدهای انتخاباتی پارلمانی به دادگاه مراجعت کرده بود. او میگوید مبلغی که 5800 سامانی است مانعی به انتخابات راه یافتن بسیاری از نامزدها خواهد شد. گروپولی یک شرط اساسی اشتراک در انتخابات است. هر کس پیروز شد مبلغش را پس میگیرد، ولی افراد ناکام پول خود را از دست میدهند. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنکلاسنیکی همراهی کنید.